عجایب روزگار آمد که یار از یار می ترسد. عجیبتر این که خلق از رفتن بازار می ترسد. پریشان کرده یک ویروس کوچک خلق دنیا را، همه حیران و سرگردان، همه از کار می ترسد. از کار کردن خود می ترسند. کجا شد آن غرور و آن تکبرهای پوشالی؟ اتمداران قرن هم با دل افگار می ترسد. ز یک ویروس بینام و نشان دلها هراسان شد. ز یک ویروس بینام و نشان دلها هراسان شد. چرا خرد و بزرگ، دیوانه و هوشیار می ترسد؟ اگر علم این همه پیشرفت کرده در جهان امروز، چرا از دستگیری دروازه و دیوار می ترسد؟ حتی دروازه هایشان باز می مانند. میگه با دستگیره که دروازه که دست زدی و دیگه کس هم دست زد، ویروس شیوع پیدا میکنه. شما با این تکنولوژی تان از دستگیری دروازه می ترسید؟ الله برای مردم درس داده رئیس. اگر علم این همه پیشرفت کرده در جهان امروز، چرا از دستگیری دروازه و دیوار می ترسند؟ هنوز خوراک و داروهای کافی هست در بازار، چرا هم مشتری هم صاحب انبار می ترسند؟ جماعت ها معطل شد، مساجد بسته گردیدند و از عبادت و از نماز و ذکر و استغفار می ترسند. نی طواف کعبه و نی زیارت خیر البشر، بی توکل از تضرع با پروردگار.